سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید. سلام. من برنامه‌تون برای اولین بار دارم میبینم. میخواستم خدمت واسطتون بگم من شیعه هستم، بعد نوه کسی هستم که مسجد وقف کرده، حسینیه وقف کرده، قبرستون وقف کرده، اما من میگم پدر بزرگ من اشتباه کرده، چون خداپرستی یه چیز دیگه است. تشیع با خداپرستی، اسلام، مسلمون بودن مغایرت داره. بعد اهل سنت اصلا نگرانش تشیع نباشن. در ایران خیال راحت باشید، تشیع ور افتاده، تبلیغات و مبلیغات و نمیدونم همه اینا رو. عاشورا و مراسم عاشورا تبدیل به فستیوال کارناوال شده، در اصل یه فستیوال کارناوال اروپایی شده. وقتی حجابی مراعات نمیشه، وقتی شرافتی در کار نیست، چه ربطی داره به دین اسلام؟ وقتی زنا با اون وضعیت بد میان بیرون، اگه شیعیان راست میگن، اول از حریم خونه‌شون مراقبت کنن، بعداً دینداری کنن. کاملا. بعد اون مسلمونی که به اسم شیعه میاد، حق و حقوق نظر و نظوراتش رو به عنوان تبلیغات میکنه، دنبال شأن و شهرته، به خاطر خدا قربونی نمیکنه، همون آدمی که امروز 10,000 تا غذا میده، فردا اگر یک کسی دیگه تو خیابون گشنه باشه بهش یه غذا نمیده، این چه اسلامی داره؟ این چه نگرانی داره برای دنیای اسلام؟ این مذهبی که حالت فرمایش و نمایشی پیدا کرده چه نگرانی داره؟ درست. کاملا درست میفرمایید برادر گرامی. ببینید اینو خیالتون راحت باشه. من نوی یه آدمی هستم که 70 سال فقط برای پدر و مادرش نماز خونده. خب یه شیعه‌ای که واقف مشهور همین یه شیعه زادی شیشتونیم، اما باز با این حال میگم درود بر تفنن، درود بر کسانی که فقط خدا رو میشناسن، درود بر کسانی که فقط به خاطر خدا سرخم میکنن. من بچه بودم، بعضی موقعات تو مدرسه اونقدر در مورد امام حسین تبلیغات میشد، حضرت علی تبلیغات میشد، فکر میکردم میگفتم پس خدا کجا قرار داره؟ پس قدرت خدا کجاست؟ بله. از معلمم پرسیدم، گفتم آقا اینقدر امام حسین همه کارا دستشه، سفینتون نجاته، همه رو قرار نجات بده، همه گناه ها رو قرار ببخشه، همه مسلم ها رو قرار مجازات کنه، پس خدا چی میشه قضیهش؟ ببین چی به من گفت، من که بچه بودم همیشه یادم، گفت حسین در کربلا همه چیزشو داد، پسرشو داد، دخترشو داد، کشتن ایلشو، تبارشو، لشکرشو، همه رو کشتن. خب میدونی یعنی چی پسرم؟ گفتم نه. گفت یعنی اگر خدا همه چیز رو به امام حسین بده، تازه با امام حسین میشن مساوی، تازه اگر اختیار بهش جهنم رو بده به حسین، چون هم حسین همه چیز رو داده، هم خدا همه چیز در اختیار حسین قرار میده، تازه اینا با هم میشن مساوی. اون ذهنیت تو مغز من همیشه بود. این میگن اینا. حالا این حرف یک معلم، این حرف یک معلم هست، پس شما از عوام الناس باید توقعی نداشته باشید. میگم خدا شاهده. آنچنان ببین من دارم میگم، من شب کاری شما رو ببینم، تنگیر از خانمون میکنیم، خوشحالم که کفار اینترنت درست کردن، کفار ماهواره درست کردن، که اگر اینا نبودن، اگر علوم امروز نبود، اگر تمیز نمیدادن تاریخو، چه بسا در 20 سال گذشته در جهالت باقی میموندیم. من تلاش میکنم دینم تقلیدی نباشه. لذت میبرم از برنامه‌هایی که میبینم، لذت میبرم از حرفایی که زده میشه. و لعنت در کسی که ضریب هوشیشو داشته باشه، اونی که نداره به کاری ندارم. بر باسوادی که نره تحقیق کنه. لعنت بر کسی که دینو کورکورانه بپذیره.
برن ببینن وای اینو به شما بگم اگر جمهوری اسلامی پیروز نمیشد، اگر حکومت آخوندا در ایران پیروز نمیشد، اگر به دست آخوندهای شیعه نمیافتاد، ایران که بسا 100 سال دیگه این بلا سر ما میاد. درست. خوش به حال ما مردم ایران که آخوندا الان مسلط شدن. اگر 1000 سال سپاه کفر، مسیحیت، صلیبیت، بودیسم تلاش میکرد در ایران شیعه رو نابود کنه، نمیتونست. این کاری که اینا خودشون با دست خودشون کردن، مردم کامل زیرزده کردن. ببین اونی که خودش داره تو حسین سینه میزنه، با خودش هم میدونه به دروغ داره سینه میزنه، مگر اینکه اون که خیلی ابو جهل باشه و احمق باشه. درست. امیدوارم موفق و پیروز و پاینده باشید. تشکر از شما. الله متعال برنامه‌هاتون عالیه، تو شما تو شبکه کلمه، تو شبکه‌های همسط و هماسرارت شما خیالتون راحت باشه. دین تسنن، کسانی که خدا رو مرجعیت قرار میدن، هیچ وقت در برابر دین رافضیه شکست نمیخوره. من به عنوان شیعه دارم میگم، مطمئن باشید هر کسی با عقل بسنجه میفهمه تسنن که خدا ببخشید یه جایی بود یه فیلمی امر و آس یه حرف قشنگ میزد دیگه، گفت خدای علی را دارم با علی تکا دارم. موفق و پاینده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. الله متعال ستون کنه.